قرچ گیرم فرزان چخل نیدم و نمک در کنگو شیرین تر است. نمک در کون ها شیرین ترشا شکر گردد جگرها خون شود تا یک سر مثلی پدر گردد پدر در کودکی از شوق دل دستی پسر گیرد به امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد سفید داری بلند یک نفته و صد برگی تر دارد پسر در کویش افتد چه پروایی پدر دارد چه پروایی پدر دارد ولی اگر فرزندی قابل رفت تش حالش خبر گیرد ولی فرزندی ناقابل گریبانی پدر گیرد ولی فرزندی ناقابل گریبانی پدر گیرد گریبانی پدر گیرد دوستان عزیز من یک استعداد فوق‌العاده اکوی عباس رو میخوام با سهم شما رسانیده باشم. اکوی عباس به آن همون قسم رباب هم میتوانند که موزیک نوازند. موزیک چه نواخته بودن؟ یک روخ جان دی هدی هی نواخته بودن. هوا به همون طرف نوازید همینا یک بینن اکو. نه به اون طرف. و دستونه پایان گرد من میدارم ربابا. چه نواخته بوده؟ تمیکتی؟ نه و شعری چی بود هوا خدا؟ یک روخ بود یک روخ دادم. نه بخونه آوای کنه. خدا آفرین دیدید من چندین بار گفتم خیلی نواختم باور کنید چندین کس قائل شد انا امروز ده همین نوار من همین چیز رو جا کردم انا اکو باس از همین چیزا به این طرف اون طرف نوازت کنیم ببینیم چه میشه به این طرف وایت نوازت چی فقط اون طرف این طرف نه نوازت کنی میتونه شما میتونه نوازت
آفرین. خب با کدام شعر میخونید برای اینا؟ کدام شعر اکو؟ کدام معقول شما؟ همین زندگی خونید، همین زندگی بیت خونید بعد دیگر با میریم با چاق میزنیم کل خود شهر. یا زندگی خونی ما؟ زندگی خونید. سوس کرد خونید. زندگی آخر بگو رم میبرد گر نمی خواهم بزو رم میبرد رازی و نارازی در چنگی اجل چون اقا برای دورم میبرد سود ندارد آن زمان فرزند و زن چشمینا بینا که کورم میبرد در پسی نفسی بلا من روز و شب دانه چینانم چی مورم میبرد زندگی آخر بگو رم میبرد سلام باشه دکتر سلام باشه سلام چی گفتنی اصلا مخلص آبا چی گفتنی داره دکتر گفتنی داره چگونه که مخلص بودم نه دو تیم خداوند کشایشتم الحمدلله خداوند کریم برای کار کشایشی کار هم مکسش پوری پول شد همه کسش پول شد آمین الله اکبر شما همین سر میدونید که خودتون زود روز دارید یا نه نمیدونید نه کی گوش شما زور شده دا حیران شده دا انتظار نبوده زود روز هم بخیر میشد نی چی بینم مجرد روز تولد شدگیتون ده زود روز بخیر میشد شما سال 1979 انا همین روز تولد شدگی اکو شما باور کنید این اکو هر سال خدا خواهد قید میکنه خدا خواهد رفتیم خیر رفتیم یکی بسم الله این مسئله اکو انشاف دوستای عزیز نگفته نماند که من این حاضر ما با اکو عباس همیون هستیم ما خدا خواهد شهر پنجکند یک تماشا میکنیم همین روز ما در خدمت اکو عباس هستیم این روز زادروزی دارن نگفته نماند که برای مسخره نه عزیزانی من برای جالبیت کار من از اکو عباس اجازه میگیریم بعضا از این اون طرف ما که با یکدیگر زبان که یافتیم صحبت های غیر عادی میکنیم یا اینکه یگان با گفتی اوروسا اسکریتی کامera میکنیم با اکو عباس صحبت میکنیم با تلفن باشد خو یگان برنامه ها هست ما تنها برای که برای بسیاری ها سرود نیو همون صحبت های اکو عباس جالب است این چیزها رو با چارچوبه عقلمون به نظر میگیریم میکنیم یگان کمبودی شود نویسید ما اصلاح میکنیم خدا خواهد ما برای که در خدمت شما هستیم خیلی اکو گام نیست اکو اول سرک میکنم در ریسته سرک میکنم چی؟ زمین ماندو زمین دارم کجا رفت جهانگیر و جهاندارم کجا رفت به کس دنیا وفاداری نداره وفا ماند و وفادارم کجا رفت
ایوبی صابری کرمان کجا رفت تو را هم میبرم با اسب چوبین اتام الله کریم گریام کجا رفت ای اتام الله کریم گریام کجا رفت زمین ماندو زمین دارم کجا رفت ای سلامت باشه اگه زمیدی شده زمیده نه قریب انا اكو ابوس اینجا موزه مهمانان ارجمند شما را به استادخانه جمهوری تاریخی کشورشناسی به نام استاد ابو ردکی خیر مقدم خوش آمدید میگم. استادخانه 18 اکتبر سال 1358 تأسیس یافته است. خودی همان سال باشد که با قرار این است که مردم شریف تاجیکستان شهروندان شهر پنجگین ما 1100 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک و فارس ابو ردکی را جشن کردیم. امروز استادخانه نامورده از 8 تالار و 3 شعبه عبارت است. تالارهای سرازم باستان، پنجگین قدیم، تالار سامانیان، تالار ردکی، تالار مردم شناسی، تالار دوره شوروی، تالار استقلال و تالار طبیعت. شعبه های باستان شناسی، شعبه معاصر و مردم شناسی. تالاری که ما اینجا حضور داریم این تالار با نام سرازم. معنی کلمه سرازم سرسبزی سرشوی زمین. سرات جایگیر شده است در شهرهای سمرقند 15 کیلومتر از پنجگین تیمروزه 45 کیلومتر از شهر سمرقند جمهوری ازبکستان مساحت 100 گکتار اهالیش باشد 8000 بازیافت اولین از تفریحات سراز این تجربه برنجی بود که از طرف باشنده قشلاق اوازلی اشرف تایلانوف سال 1976 در وقت شدگار کردن حوری خود اونکس تبری را می‌یابند باز یک روز با باستانشناس دکتر علم تاریخ بلوجان ایساخوف پیشنهاد میکنند نکاویش‌های تحقیقات علمی در تفریحات سرات از سال 1977 سر میشوند. دکتر علم تاریخ بلوجان ایساخوف سال 1984 اکسپدیسی تأسیس داد که این اکسپدیسی تاجیکستان فرانسه می‌باشد که در اینجا باستانشناسان فرانسه تاجیک یکجا یعنی کاوش‌های تحقیقاتی علمی می‌برند. سال 1994 در تالار استادخانه ما یعنی سیمپوزیوم تاجیکستان فرانسه برپا گشت که در اینجا عالمان باستانشناسان یعنی سخنرانی نمودند. اینجا باشد اگر از طرف دستگاه شما علاقه آلت‌های سنگینی سراز رو می‌بینید که از سال 43 پیش از میلاد در اینجا در قبط بالای باشد سنگ قامت افروخته این اولیازن و شکل اولیازن اینچنین سنگ‌های نقشه‌ها سنگ‌ها برای کارکرد غلطانه سنگ‌های بافندگی و سنگ‌هایی که دستگاه این سنگ‌ها در چقدر که همچون سنگ ترازو وزنشون گوناگون استفاده می‌کنند اینچنین از حضور نیز با ورزش هم مشغول میشن. اینجا باشد از طرف دست چپ شما می‌بینید خبری برنجی یا از دهه یوری 1302 پیش از میلاد یا همچون امثله و اینچنین در قبط پایانی باشد آلات سنگین برای کارکرد غلطانه. از طرف دست چپ باشد که شما عبادتگاه و بناهای معمولی سرات را می‌بینید که 2007 پیشوای محسن ملت برای از برف باران نابود نشدن این چیزهای گرانبها 5 نقطه بالاپوش شده است. در پس شیشه باشد آلات سنگین و استخوانی این هم باشد در دوره 3 پیش از میلاد. در اینجا سنگ‌ها برای سوختگری، آلات برندگی سنگین، صدف‌ها، گوشت‌ماهی اینها با راه ابریشم اینچنین هم تجارت از تاجیکستان و سرات است که سرات است. اصلا کارهای آلات‌های سرات همش دستی میباشند. از سرات این آلات‌ها با راه ابریشم تا چین و اروپا رفته هستند. آلات‌های تیرازکنی، تیرهای کمان، اینچنین میل سراخ‌کنی، قسم بالای امر سلطنت، اینچنین آلات بافندگی. از سرات هم نیست آلات‌های برنجین سرات بر اینجا گذاشته است که 3000-2500 سال پیش از میلاد ظرف‌های سنگ مرمر. اینچنین در نیست پیدا کردند در سال‌های گوناگون پارچه‌های ظرف منقش یعنی که ظرف‌ها بودن ظرف‌هایی که نقش رنگ این رنگ‌ها باشد که از گل رستنی قرن گذشته گرفته شده است.
در نمایش دیگر باشد شما بازیافت‌های قبر ملکه سرز رو ببینید. این باشد هزاره چاری پیش از میلاد. در اینجا عکس‌های دوره شوروی سیاه‌سفید میباشند. سال 1985 عبدالله ایساقوف از یک نقطه‌های حفرت سرز جسد رو پیدا کردند که جسدها خوابیدن دو قد چل. شما می‌بینید که در اینجا پسر بچه 14 ساله و زن‌های هستند که 21 22 23 ساله میباشند که در بین اینها چقدر که میگن که مادر در بطن خود نوح کودک را نگاه می‌دارد. عرف و رسم مردم شهر سرز هم خیلی خود که همین خیلی وقتی که وفات می‌کرد همینطور دفن می‌کردن. این چون در اینجا شما می‌بینید که این زنی که خوابیده است در روی زمین از پیراهنش از همش چی میگن سنگدوزی کرده شده است. در نزد شما باشد اگر در اینجا سنگ‌های لاجورد بدخشان، سنگ‌های قیمت‌بها فیروزی ایران، این چنین سنگ‌های عقیق و کارنالین میباشند که از یعنی از پیراهن این زن گرفته شده است. از چقدر که شما میبینید از دستان زن هم نیز یعنی دستگانه‌های چقدر میگن صدف مانند نیز پیدا کردند. اصلا در سرز سه مدنیت دیده می شود: مدنیت کشاورزی، هنرمندی و شهردوزی. علاقه اجدادان ما از این چیز باخبر بودند. در نمایش دیگر باشد اگر زیور زمانه از قبرستان دشت قاضی هزاره دوی پیش از میلاد می باشد. در آنجا هم نیز تحقیقات علمی برابری ایساقی یعنی عبدالله ایساق خوب برده شده است. در اینجا شما می‌بینید که چقدر که در عکس‌ها می‌بینید که دو مرد با تخت پوش خوابیدن در یک گورخانه، یک چند نفر در یک گورخانه خوابیدن. عرف و رسم همین طور بود که در اینها و پیش بعد وفاتشون این یعنی زیورها در داخل خونها گرفته شده است، در پهلوی خود جسد گذاشته است. در اینجا گردنبند زنانه، اینجا دستبانه و گوشواره. از سرز فرد نیز سالهای اخیر همین خاندان سفارت‌پذیر دو قبضه نیز پیدا کردند که در داخل این خاندان‌ها هر یک سرزمیان برای روزگار خودشون طبق، کاسه، پیاله از سفال تیار میکردند و در روزگار خود استفاده میبردند. در اینجا در نمایش شما می‌بینید که از گورخانه انتیق سرز قسم‌های میانبند و کورد این چنین آبدان سفالین. آثارخانه ما آثارخانه جمهوری که است. این زیورهای زنانه از قبرستان قدیمی نزد دهه اریتاق شریتوز آورده شده است. در اینجا آینه، یک چند نماد انگشترین، این چنین گردنبند سنگ‌های قیمت‌بها نیز در پایان باشد که جام سفال که از دهه سوجینه پیدا کردن عصر یک پیش از میلاد. در دیوار باشد شما عکس نخست کشاف سرز عبدالله جان ایساقوف را می‌بینید که این کس بعد از تحصیل مکتب‌های میانه دانشگاهی از طرف انستیتوت اکادمی علوم تاجیکستان و همچون با صفت لابرانت کلام با پنجکن میآیند. در اینجا همچون باستانشناس سرور حرفیات کار میکنند. نیز با این زنی که در اینجا ایستاده است و در اونجا با این زن خانه‌دار میشوند، صاحب فرزند میشوند. عموما اگر گویم یعنی تاریخ پنجکن قدیم و سرز را با جهانیان نمایان و مشهور کردن از طرف این نخست کشاف سرز عبدالله ایساقوف میشد. در عکس یکم شما میبینید که تالار دومی آثارخانه از تاریخ پنجکن قدیم نقل میکنند. پنجکن قدیم 1.5 کیلومتر در قسم غربی شرقی پنجکن جایگیر شده است. در بلندی 1000 متر از سطح بر در عصرهای 58 میلادی در اینجا سوقدان اجدادان تاجیکان زندگی میکردند. دینشان دین آتش پرستی بود، یعنی زردشتی. با این دین یعنی شخصی که در اویله در وفات میکرد این خیلی و زیر خاک قبر میکردن، برای که آنها سوقدان زمین، آب، آتش و هوا رو همچون مقدس حساب میکردن. بیرون از شهر پنجکن این یک قبرستانی بود که تپه های بودن که در اونجا جسد رو میگذاشتن. پس از 20 روز با اونجا میرفتن که علاقه حیوان های وحشی، پرنده های وحشی استخوان‌ها گوشت رو یعنی خوردن، استخوان‌ها رو جمع آوری کردن در داخل استخوان‌ها که چون در مابین طلا میبینید در داخل همونجا میگذاشتن. این دین امروز تایستان ما دیگر فعالیت ندارد، یعنی فقط زبان باقی مانده است که در وادی زرافشان ده هست به نام یعقوب که مردم با زبان چی یعنی سعودی حرف میزنند.
таърихи пайдоиши панҷакени қадим баҳори соли 1932 чӯпонбачаи тоҷик муҳаммадали ҷалалиев аз деҳаи хайрободи қишлоқи кум дар вақти чарондани мол тасодуфан дар вақти исроти худ як сабадеро пайдо мекунад ки дар дохили сабад ҳуҷҷатҳое буданд ки дар рӯи чарм навишта шудааст ба забонҳои суғдӣ ва арабӣ. Барои омӯзиши ин ҳуҷҷат яъне мутахассисе пайдо карданд ки бояд хонад ки дар онҷо чӣ навишта шудааст. ҳамин тавр дар давраи шӯравӣ панҷакен мебиёранд ин ҳуҷҷатҳоро аз панҷакен ба душанбе москва ва ленинград санкт петербург. Дар ленинград як профессор буд ба номи Арнольд Флеман ки мутахассиси ин забон буд ба омӯзиши ин ҳуҷҷатҳо даст мезанад. Вақте ки мехонад мегӯяд ки ин бойгони шоҳи сух девашист дар рӯи чарм ба забони арабӣ ва суғдӣ навиштааст. ҳамин тавр соли 1946 аввалин маротиба ба ин панҷакени қадим баробари Александр Яковлевич Александр Юрьевич бостоншинос муаррих ва шахсоноти шӯравӣ ба панҷакен як гурӯҳ мебиёнд. Дар он ҷо ҷои панҷакенро аниқ мекунанд. Кофткови бо тадқиқоти илмӣ дар панҷакени қадим аз соли 1947 сар мешавад. ҳар сол инҷо як сол як моҳ ду моҳ дар инҷо ковишҳои тадқиқоти илмӣ бурда мешавад. аҳолияш бошад агар 6000 шаҳр ба 4 қисм тақсим мешавад. қисми якум кӯҳандис, қисми дуввум шаҳристон, қисми сеюм работ, қисми чорум бошад агар мазор қабристон. чизҳое ки аз он ҷо пайдо карданд ман имрӯз дар ин толори дуввум мебинед ки аз таърихи панҷакени қадим нақл мекунанд. боқимонда дар осорхонаи бостоншиноси душанбе, осорхонаи миллӣ чизҳои олотҳо чизҳое ки пайдо карданд дар он ҷо гузошта шудааст. аз панҷакени қадим бисёр деворнигораҳое пайдо карданд ки дар эрмитажи санкт петербург 4 толори бузурги эрмитаж Ленинград аз деворнигораҳои панҷакени қадим мебошад. инҷо бошад агар шумо дар паси оина шумо ҳуҷҷатҳо инчун сафоле ки мебинед ки бо ҳуруфоти суғдӣ аст, алифбои суғдӣ, матои пахтагин аз кӯҳи муғ, инчунед чизҳое ки ҳуҷҷатҳое ки аз бойгони шоҳи сух гирифта шудааст. хумҳо гузошта шудааст ки инҷо аз панҷакен қадим пайдо карданд. порчаҳои деворнигораҳои панҷакен бинед ки рангоранг мебошад. рангаш аз ҳамон гул растаниҳои қарни гузашта гирифта шудааст. инҷо бошад акси сарбози суғдӣ, порчаҳои тангаҳои панҷакени қадим, тангаҳои панҷакени қадим. умуман чизе ки дар инҷо шумо мебинед ҳамаш аз таърихи панҷакени қадим нақл мекунад. дар вақти ковишҳои тадқиқоти илмӣ аз панҷакени қадим пайдо карданд. қисми тасодуфҳои суғдӣ камнакони дар рӯи чӯб карда шудааст аз он ҷо пайдо карданд. ҳолҳои пазироӣ, қисми деворнигораҳои панҷакени қадим. инҷо бошад агар устухондон дар дохили устухонро ҷамъ мекунанд. дахма барои гузоштани дар дохили дахма. Апоми, заради нағзаш, может телефон нағз дорад? Дар хона дореду? Не, негодни уже, мудра чи? Ако, и бузург бузам там такара монам. Уже негодни вас заради, я заради нағзаш там. Tavali düstan rağım mekun Düstani mihriban rağım mekun Der cahan bir düz büden müşkilemez Müşkil olsan külke son rağım mekun
جنتی با گلی خندم و مثل گل خندم لبان را مکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجی کن را مکن زار دوست آید گرد در آغوش گیر رسم خوبی تاجی کن را مکن دوست را از دوست جانم فرق کن دوستی پیوند جان را مکن خلق آورم دوست ماما گشت وحدتی خلقی جهان را مکن بهار است دارم که در تربیت نیستم تماشا دار حالی ما زتم دیوان در یک جای بسید قیسو زشی شوری دگی دری امتحانم کن منو جانم نباشی میو پیمان در یک جمال منو جانم نباشی میو پیمان در یک جمال صد بهرا داشتم در سال میدونم شما میخونید صد باغ میوه چی دارم نمیدونم دلم هنوز صد بند را شادم و رستند صد بلا داده نقشاده نکته بندی دلم هنوز صد باغ میوه چیدم و بی‌حاصلم خود ریوت سلام باشید زنده باشید
از آن روزی که مردن را با چشم خود عیان بینی با چشم پرخمارت آبی حضرت را روان بینی ایا که سیم و زرداریه و پخته آب چکانم به حلقه می رود یانه که آن را در گمان بینی اگر روحت کند پرواز بیاید جانبی خانه پسر در خدمت و زن در کناری دیگران بینی شاهنشاه که در تختش هزاران پاسبان داشت رویگر بر سری قبرش دو پاره سخن بینی ایا ای احمدی جامیه سخاوت کن در این عالم که خود را در سخاوت در بهشتی جاویدان بینی بهشتی جاویدان بینی سلامت باشید سلامت باشید آباد باشید